با یه لبخند تلخی آدما میگن مگه خیریه چی کار میکنه؟ کمک ما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ من میخوام براتون یه داستان بگم. من دیدم یه نون ساده اشک یه مادر رو در آورده. یه لباس ساده لبخند امید رو لب بچه نشونده و یه کمک کوچیک آبروی پدر رو خریده. ما با پروژه هایی که اجرا میکنیم امید رو در دل آدم ها زنده میکنیم. امید به فردایی بهتر، امید به موفقیت بیشتر. اینجا کمک ها تبدیل میشه به یه لبخند، یه زندگی، یه نجات. فقط کافیه بدونید قدم هایی که برمیدارید چقدر لبخند ایجاد میکنه. این حس خریدنی نیست. حتی با یه کمک کوچیک. اگه میخوای فقط نشنوی و ببینی، پیج ما رو دنبال کن. ما با هم ثابت میکنیم که مهربونی هنوز تو دل آدم ها زنده است.